مهمان عزیز و بزرگواری دارم، کارآفرینه که شرکت‌های خلاق و نوآورم دارید و فعالیت گذارید که جوان‌های بسیار بسیار خوب استان گیلان که ایجاد اشتغال هم بکنید. امشب قراره که در مورد اون مسئله استارتاپ و شرکت‌های نوبنیان و دانش بنیان و شرکت‌های خلاق بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای مهدی حیدری هم افتخار بده. شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید. اگه سلام علیکم با بینندگان دارید در خدمت شما. به نام خدا مهدی حیدری هستم، مدیر عامل شرکت وب میزبان گیل، برند آقای پرداخت. تو حوزه پرداخت کار میکنیم. 7 ساله که تو این زمینه به صورت رسمی با مجوز بانک مرکزی و شاپرک داریم فعالیت میکنیم. یعنی درگاه پرداخت در اختیار فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و جاهایی که مثلا سایت دارید یا کسب و کاری دارید، کسب و کار خونگی، ما به اون کسب و کار شما برای امنیت پرداختش درگاه پرداخت ارائه میکنیم. این موضوع خیلی با هم صحبت کنیم چون یک اطمینان خیال هم برای مشتری هم برای صاحب کسب و کار. یکم منو ببینیم کنار فعلا در مورد خودتون صحبت بکنیم. چند سال دارید خودتون؟ 25 سال. مدرک تحصیلیتون چیه؟ لیسانس. لیسانس چه رشته‌ای؟ نرم افزار. نرم افزار. چی علاقه‌مندی به نرم افزار، طراحی نرم افزار و حالا درگاه پرداخت کوی شروع بوسته؟ درگاه پرداخت که اصلا اون تایمایی که حالا من کلا با کامپیوتر آشنا شده بودم خیلی کم بود و تازه حالا استارت و اینا بود. من تو سن 7 سالگی یعنی استارت کلا برنامه‌نویسی و اینا رو زده بودم با کمکایی که مثلا از سمت یک سری از آشناها مثل پسرعموم مثلا برام می اومد که خودش تو این کارا بود. این خلاقیت رو دید تو من و منم هی مشتاق بودم که پیگیر باشم. شروع شد که وارد حوزه برنامه‌نویسی و اینا شدم. بعدش تو این زمینه کار کردم، یه سری سایت و کسب و کار برای خودم راه انداختم. اولا از سن 12 سالگی کسب و کارهای مختلف راه انداختم، فروشگاه‌های مختلف و چیزهای مختلف، ولی یه چیز ثابت و پایدار برام نبود که مثلا اطمینان خاطر داشته باشم که دارم یک کسب و کاری مثلا مدیریت میکنم. اخلاقم هم جوری نبود که مثلا برم یه شرکتی کار کنم، یه جایی کار کنم و اینا، ولی خیلی علاقه داشتم که خودم یک چیزی رو خلق کنم که بتونم نیازهای مردم مثلا باش برطرف کنم. چون اولین شروعایی که مثلا داشتم کسب و کارهایی بود که مثلا محصول میفروختم داخلش و عملا زیاده اینجور کسب و کار و نیاز ثابت مردم نیست. ولی با حوزه پرداخت که توی دوران دبیرستان آشنا شده بودم، یه سری کسب و کار یعنی مشابه همین برند خودم رو داشتم که متأسفانه چون اون موقع قانونگذاری نبود و سیاست‌های مختلف براش درست نشده بود، اون کسب و کارها عملاً شکست خوردن. با شکست روبرو شد که توی حالا هولوش 7 سال پیش من استارت زدم واسه بیزینسمون و خدا رو شکر تا الان تونستیم که 18 نفر کارآفرینی بکنیم. یعنی برای 18 نفر اشتغال ایجاد می‌کنید به صورت مستقیم. خب آیه حیدری عزیز، یک سوالی مرا پیشه، چون من وقتی در تعریف و مفهوم استارتاپ ها جستجو کردم دیدم که خیلی اوقات ریسک بالایی دارید استارتاپ ها و امکان داره با شکست هم مواجه بود و شما هم در صحبت خودتون بفرمایید که چند بار در چند تا کار تجربه شکست رو داشتید. چی انگیزه بده که ادامه بدید و متوقف نبید؟ به قول معروف ما سمج بودیم دیگه ادامه میدادیم. یعنی اطمینان داشتید به کاری که ببینید شما وقتی که به یه چیزی، من اخلاقم یه جوریه، یه حرفی هم همیشه تو شرکت به بچه‌ها میزنم، میگم وقتی خدا یه چیزی رو تو ذهنت میاره قطعاً اون رو تو میتونی انجام بدی که به ذهنت اومده، پس تو میتونی اون رو انجام بدی. منم همینطوری بود برام، یعنی عملا هر شکستی که می‌خوردم دوباره یا علی میگفتم و ادامه میدادم. خیلی شکست‌های مختلف خوردم تو شراکت، حتی توی زمینه‌های مختلف، ولی خدا رو شکر تونستم اون ایده‌ای که می‌خواستم، اون بیزینسی که می‌خواستم و بیارم بالا و در حال حاضرم که داریم فعالیت می‌کنیم. حالا خارج از این حوزه پرداخت تو حوزه‌های دیگه هم جدیداً وارد شدیم و اونجا هم داریم یک سری محصولات دیگه آماده سازی می‌کنیم. یک جوان 25 ساله‌ای که برای 18 نفر اشتغال ایجاد بکنید، چه احساسی داری خودتون؟ چه نقطه‌ای از زندگی تنیسته؟ الان به هدف اصلی خود فرسته یا نه؟ تا حدی میگم به هدفم رسیدم، ولی سخته که این اشتغالزایی رو نگه داشت واقعا، توی مخصوصا تو شهر ما سخته. حالا اگر ما تو پایتخت کشور بودیم قطعا زمین تا آسمون روال کاریمون فرق میکرد. چرا سخته در شهر ما؟ توی شهر ما یک سری کمبودها داریم، از نظر زیرساختی کمبود داریم، از نظر حمایتی کمبود داریم. توی خب قطعا تو شما توی پایتخت کشور اگر باشید اونجا ارتباطات هست، اونجا زیرساخت بهتری هست، عملا استیبل تر میمونه اون بیزینس و پایداره. متاسفانه اینجا یه ذره این مورد رو داریم که
بازار مشتریانتون چطوره؟ جذب مشتریان براتون چطور اتفاق میفته؟ ببین یه چیزی که من همیشه باش مشکل دارم دنید چیه؟ الان شما کاری که انجام دارید دقیقاً اون جمله‌ایه که من اول برنامه گفتم آقا نیاز سنجی بکنید، با توجه به نیاز یک کسب و کار را تا بدیم. نه اینکه من چون این کسب و کار دوست دارم شاید یک ایده من در ذهن خودم بدارم در استان گیلان کاربرد نداره ولی در مثلا استان کرمان کاربرد بداره، در لرستان کاربرد بداره. خب این نیاز سنجی باعث میشه که خودش سرمایه گذار به سمت من با یک کسب و کار من موفق تر بشه. شیمیکار جوریه که تقریبا به در سراسر کشور این نیاز وجود داره. اما آیا برای اینکه مردم به سمت شما بیایید تبلیغات درست انجام بدهید، آیا آموزش درست بدهید، آیا فرهنگ سازی اون کسب و کار اتفاق گرفته در استان ما؟ ببینید زمانی که ما استارتش رو زدیم یک سری حالا برندهای دیگه بودن که من عذرخواهی کنم وسط صحبت شما پرانتز، آیا مهندس حیدری عزیزم ما از کلمات و اصطلاحات انگلیسی استفاده کنیم؟ خب کارشون در نرم افزار اوتو اوشان گفتن من زیاد غلطگیری نکنم اشکال نداره، ولی تا جایی که داری معادل فارسی هم بگی خیلی عالیه. یه سری شرکت ها بودن توی دورانی که حالا من استارتش رو نزده بودم که جزء اولین شرکت ها بودن تو حوزه ما. بعدش که ما استارت زدیم اون شرکت ها چون قدیمی تر بودن با چالش های بیشتری مواجه شده بودن و عملا ما که وارد شدیم اون چالش ها رو ما هم داشتیم. رسید به یه مرحله‌ای که یک قانونگذاری از سمت بانک مرکزی و شاپرک انجام شد برای حوزه کاری ما، چون عملا حوزه کاری ما یه حوزه‌ای بودش که همیشه دردسر فیلتر، مسدودی حساب، مقام‌های قضایی خیلی هنوز هم این موارد رو داریم ولی خیلی کم شده نسبت به قبل. فکر کنم اون قانونی که شمی دست پای یکم دواسه این بود که بگی حتما باید جواز کسب و نشان بدارید. ببینید قانونی که اومد کلا هیچ تعریفی برای شرکت‌های مثل ما نبود. ما اسم شرکت‌های ما مثلا سبک کاریمون بود درگاه‌های واسط. توی تایمی بانک مرکزی شاپرک قانونگذاری میکنن به اسم پرداختیار، یعنی شخصیت مستقلی به اسم پرداختیار درست میکنن که اون پرداختیار میشیم حالا شرکتایی که مشابه ما هستن. در حال حاضر این پرداختیاره اومده مثلا همون روال درگاه واسطه رو بره اما یک ذره قانونمندتر، یعنی مشتری های ما از سمت سامانه های شاپرک استعلام میشه، از سمت قوه قضاییه جاهای مختلف سامانه های ثبت احوال، اینا همه اعتبار سنجی میشه. به یک مرحله‌ای میرسه توی همون اعتبار سنجی ها که از سمت شاپرک تایید میشه و ما میتونیم اون سرویس رو به کاربر بدیم. ولی قبلا این روال نبود. آره یعنی عملا هم پای ما گیر بود هم پای اون شخص. کلا یه داستان خیلی یکم از نظر قانونی یکم بهتر بوسه ولی سختی کار شاید برای اون مشتری قطعاً آره برای اون مشتری سخت‌تر شده. مشتری اول قبول نمی‌کرد که آقا مثلا من باید وایسم این درگاه بره برای شاپرک درخواستش طول بکشه. این رو مشتری ذره باهاش چالش داشت و مشتری به ما میگفت که آقا شما مثلا کار انجام نمیدید، شما مثلا دارید جلوی کار میگیرید، در صورتی که مثلا قبلا خدماتمون اینطوری بود آنی سرویس رو میدادیم. بعد این قانون گذاری که اومد یه ذره دست و پای ما رو گرفت و سرویس عملا کنتر شد خدمات. به خاطر همین یه ذره مشتری باش مشکل. شما به عنوان جوان موفق گیلانی الان به برنامه دعوت بوسید و وظیفه اما در برنامه از جوانان موفق گیلانی رونمایی بکنید، مردم بیشتر بشناسید یا جوانانی که دوست دارید در این حوزه فعالیت بکنید از تجربیات شما عزیزان استفاده بکنید. آیا حمایتی از شما صورت بگیرفته از شروع کار تا الان؟ چه الان فکر کنم پارک علم و فناوری باید عضو پارک علم و فناوری هستیم در حال حاضر، ولی خب تسهیلاتی که مثلا از سمت پارک علم و فناوری یا جاهای مختلفی که میخواد درمون بیاد هزینه بیزینس ما رو نمیده، چون کسب و کار ما هزینه‌اش خیلی بالاه نسبت به بیزینس های دیگه و ما هم به صورت عملا اینو دیگه باید انگلیسی بهتون بگم بوت استرپ اومدیم بالا، یعنی خودمون برای خودمون آره خرج کردیم با همون هزینه‌های همون بیزینس که درآمدی که داشتیم رو عملا هزینه‌اش کردیم. اینطوری بوده، وگرنه حمایت خاصی نداشتیم. متاسفانه از سمت قانون گذاری مثلا یک سری بگیم سنگ اندازی که نمیشه گفت، چون قانون واقعا باید اجرا بشه از نظر خود من. حتی مثلا الان جریان کد مالیاتی برای پایانه های درگاه و کارتخوان و اینا که اومده، من خودم کسی هم که میگم آره باید اجرا شه، ولی به شکل درست باید اجرا میشه دیگه، توی فرصتی درست که مثلا ما زمینه سازیش انجام میشد، نه یک شبه اتفاق بیفته، قشنگی برنامه‌ریزی درستی میشد با کسایی که توی این حوزه فعال هستن، حتما یه جلساتی گذاشته میشد که متاسفانه ما یعنی من به شخصه همچین
دیدم. حالا تو سنف ما هم کسایی که یا بخشنامه با شما رو ابلاغ بکنید که آره از یه فردا مثلا یه ایمیل میاد با یه نامه آقا شما از فردا استارت بزن اینو باید از مشتری بگیری. خب شما فردا به مشتری میگی آقا از فردا حالا این کد رو شما بده، این مجوزه رو بده، مشتری ذره بله متوجه. چه حمایتی از سمت مسئولین تنه بوده که این 18 نفر تبدیل بشه به 180 نفر؟ حمایت خب قطعا تسهیلات خیلی به درد شرکت ها میخوره. قطعا من این رو قبول دارم که یک سرمایه وقتی که وارد شرکت میشه، اگر مدیر اون شرکت یا مسئولین اون شرکت بخوان اون رو درست خرج بکنن، چون بیشتر شرکت هایی که ما الان میبینیم عملا سرمایه رو میگیرن باهاش کارهای مختلف میکنن، برای اشتغال زایی زیاد استفاده نمیشه. ولی بهتره که یه سرمایه مثلا به هر شرکتی طبق تسهیلات یا هر شرایطی که هر شرکتی داره براش یه سیاستی با توجه به اون خدمات، چون متاسفانه اما بعضی اوقات داریم که آقا شرکت‌های دانش‌بنیان این مبلغ تسهیلات بهشون بدیم، شاید اون مبلغ برای یه کاری خوب بشه، برای یه کاری زیاد بشه و این مشکل ایجاد کنه. این قشنگ یه اعتبار سنجی بشه خیلی بهتره. خیلی ممنونم ناصر جان، ممنونم از شما، متشکرم. خب تا یه گلوی تر بکنید اما یه بخش کوتاهی تماشا کنیم و گریم این گفتگو ادامه داره. بفرمایید شما بفرمایید. خب همچنان در خدمت جناب آقای مهندس مهدی حیدری هستیم، کارآفرین موفق و جوان استان گیلان، 25 ساله که اشتغال بودید برای 18 نفر در حوزه درگاه‌های پرداختی. آقای حیدری عزیز، پشتیبانی کار شما چطوره؟ با توجه به این چون این کارها یک سری فعالیتایی که تعهدات داره و مشکلاتی که کاربر باش داره، این که آقا مثلا الان درگاه قطعه، بعد جوابگویی هم ندارید که آقا اما مثلا الان پرداخت انجام بده، الان میخوام خرید بکنم. پشتیبانی شما به چه صورته؟ پشتیبانی تلفنی ما شنبه تا پنجشنبه به صورت 24 ساعته است و روزهای جمعه چون دیگه حالا یه تایم استراحتی برای بچه‌ها دادیم، تازه این شیفت رو درست کردیم، چون عملا توی حوزه ما شرکتایی که پشتیبانی 24 ساعته داشته باشن یکی دو تا فکر می‌کنم باشه. بقیه شرکت‌ها این پتانسیل رو نداشتن. ما خدا رو شکر الان 3 ماه 4 ماه هستش که این رو راه اندازی کردیم. کال سنترمون رو که به صورت 24 ساعته شنبه تا پنجشنبه میتونیم جوابگو باشیم. به صورت از اون جوابگویی نیه که شما رو اطلاع دادم الان پیگیری کنم و دوباره نه ببینید مثلا یک ساعت یه موردی هست، مثلا طرف میخواد تو سایتش درگاهو پیاده سازی کنه، خودش باید یک سری اطلاعات ورود به سایتش رو بده، یک سری اطلاعاتی از سرورش به ما بده که ما وارد شیم و این پیاده سازی رو براش انجام بدیم. خب این زمان بره. موارد فنی همیشه زمان بره. اصلا امکان نداره شما که توی یه شرکتی نیروی فنی رو 24 ساعته بخواید تو شرکت نگه دارید، چون نیروی فنی عملا همیشه از اینکه بمونه تو شرکت فراریه و میخواد دنبال کار خودش بره. خب قطعا اونم برای خودش زندگی داره، ولی ما سعی میکنیم اون موارد فنی رو نگه داریم و کمتر از مثلا 12 ساعت 24 ساعت جوابش رو بدیم. ولی مواردی که مثلا بنده خدایی میاد مثلا میگه آقا ایمیل منو عوض کن، شماره منو عوض کن، اینا چیزاییه که در لحظه انجام میشه یا خودش میتونه انجام بده، خیلی ساده است. استقبال کردید از شما و حمایت کردید اون ابتدا که شروع به کار بودید یا نه بوشو سراغ مثلا کار دولتی بوشوتی مثلا یه جا اوایل کلا اینکه به قول ما کلهمو باد داشت دنبال این بودیم که برای خودمون بیزینس بزنیم، یک سری مثلا مشکلات مختلفی مثلا مثل فیلتر شدن سایت و موارد قضایی برام که پیش می اومد، ما خانواده با اینا آشنایت نداشتن، حتی خود منم آشنایتی نداشتم، مثلا خیلی پروسه سختی بود. ولی اینا که طی شد خدا رو شکر حمایت خانواده بود، حمایت همسرم بود. همسر چرا نواردید امشب پس؟ من فکر کنم مجردید. سوال نگفتم از شما متعلید. چند سال ازدواج می‌کنید؟ من 5 سال. 5 سال ازدواج می‌کنید. به به خیلی هم عالی. سلام و عرض ادب دارم خدمت همسر فامیلی همسر موسوی خانم موسوی گرامی. من ننیستیم اگه وگرنه دعوت کردیم که حتما همسر گرامی هم تشریف ببره و یک گفتگوی خانوادگی با شما بداریم. ممنونم که امشب آقا مهدی ما رو قرض بدهید. آقا مهدی بفرمایید همسر حمایت بوده، چقدر نقش همسرتون در موفقیت کارتون؟ ببینید سختی که من داشتم توی کسب و کار این بود که از نظر خب هزینه‌های کسب و کار من زیاده. خب من زمانی که شروع ازدواجم بود خب مثلا اون درآمدی که مثلا الان شرکت داره و این توانی که الان شرکت داره رو خب نداشتم. به طبع این بالا که اومد تو اون تایمی که داشت درآمد بالا میومد کسب و کار رشد میکرد، خب اینکه یک نفر باهات باشه، شما شبانه روز بیدار باشی، کار بکنی،
بتونه هیچ حرفی بهت نزنه، خودشو نگه داره، قبول کنه. آره اینکه آقا تو داری کار میکنی، هدفاتو قبول کنه، این خیلی شرط بود توی زندگی. و اینکه خانواده هم واقعا به شدت حمایت هم کردن. اون اوایل ذره سخت بود برای خودشون، ولی به اون باوره که خدا رو شکر خانواده‌ای دارم که توی زمینه آیتی قشنگ سر در میاره. یعنی آره قشنگ متوجه این کسب و کارها هستن، خودشون استقبال میکنن از این جور چیزا و حمایت کردن. و در حال حاضر هم تو ساختمان پدری هستم، یعنی من 2 واحد تو ساختمان پدری کلا برای شرکت دارم استفاده میکنم که از بابا حسابی حمایت بوده. یعنی با توجه به این اجاره هایی که الان نه اونطوری اگر میخواستم اجاره و اینا کار کنم خیلی برام سخت بود، چون واقعا هم پدرم این ذهنو داره که قبول میکنه کسب و کار رو و یک ایده‌ای که دارم و خیلی خوب حمایت میکنه و خیلی جاها مثلا با من میاد جلو خودش برای اینکه مثلا خوب این جمله مستقیم اول به همسر گرامیتون باید دوربین بگید، مستقیم به خودش بگید. مرسی که ما تحمل میکنه. نه به خودش بگید، من که خواهش کنم اصلا مشکل نداره، ولی مستقیم به خودش بگید. ممنون که تو این سالها تا حالا ما رو حمایت کردی دیگه، حمایت کردی و تحمل کردی. این حمایت و تحمله بوده برای من، چون یکی از چیزایی که برای من مهمه اینه که صبوری تمرکز نیاز دارم واسه کار، واسه این مشکله یه چیزی پیش میاد سریع باید تو اون تایم. حتی میبینید مثلا من میرم 2 ساعت درست ساعت توی ساختمون پدری هستم، ولی 5 ساعت مثلا میرم تو شرکت میشینم. خب عملا وسط زندگی شخصی تایمت میره، کارت درگیر میشه. مثلا حالا اون زمان مهمانی هم دارید و مثلا فامیلای معمولا خانواده کلا میدونن که من همیشه به تو کاری ندارید کلا. آقا تو تی کار انجام خب حالا فکر کنم به بابا مامانم باید جمله بگید. ممنون از همه حمایت مادی معنوی، اینکه تا حالا هر جوره حمایتم کردن و اینکه تحمل کردن من با تمام دردسرایی که براشون داشتم. خیلی عالیه که شما در صحبتتون از ابتدا، حالا من که نستم متأهلید، خودتون اشاره بکنید به این قضیه و اینکه درست حالا شاید بعضی اوقات گید که آقا من درگیر کارم، نتونم کمتر باید به خانواده فرستم، یا همه قبول بکنید که من یه گوشه می کار انجام بدم، ولی اینکه همین نکته در ذهن شما وجود داره که این وظیفه افراد خانواده نیه و حمایتشونه. و یه جمله قشنگم بگفتید همین که مرا تحمل کنه و صبوری کنه حمایتشه. خیلی از عزیزان نیستید که در شروع زندگی خودشون یا شروع کسب و کارشون این همراهی و همپایی از سمت خانواده یا همسرشون ندارید و کم کم باعث از نسبت به کار خودشون هم دلزده بشید و دلسرد بشید. این بردباری خانواده به نظرم خیلی تاثیرگذاره. یک جوانی همسن و سال شما 15 16 ساله 17 18 ساله که شما شروع بکنید کار خودتون 7 سال پیش، خواهی یک کسب و کار این چنینی آغاز بکنه، توصیه کنید در کار انجام بده یا نه؟ مشابه کسب و کار من، حالا مشابه کسب و کار شما یا مشابه کسب و کار من، ما که راه دیگه برامون باز شده عملا، یعنی تو حوزه ما راه باز شده و عملا یه سری درخواست و اینا میدن و میتونن تو این حوزه وارد شن. اما این حوزه دردسرای خودش رو داره مثل بقیه کارها، ولی تو حوزه های دیگه ما خیلی حوزه تو کشورمون داریم که اصلا جوونا نرفتن سمتش. چرا؟ چون میترسن که از سمت مثلا کشور حمایت نشه، دولت یه سیاستی بذاره، چون واقعا خونه دل خوردن برای یک کسب و کار خیلی سخته. این که بعد مثلا با یه قانون شما استاپ کنی، یک شبه مثلا همه چی تو ببازی، این یه استرس یه ذره که نه. الان تو حوزه ما که خیلی یعنی زیاده، یعنی عملا ما در طول 24 ساعت یک سر اون استرس رو داریم. حالا مقام قضایی تماس میگیره، استعلام‌های قضایی میاد پیشمون، ما کلا سر کار بیشتر با مقام قضایی داریم و یه ذره استرس برای حوزه ما زیادتره. ولی در کل بخوان هر بیزینسی بزنن، من پیشنهاد میکنم هر لحظه شروع کنن خیلی بهتره و سریع بیزینس هاتون رو شروع کنید، بالا بیارید و به بخشی برسونیدش که بتونید با سیاست‌های کشور اینو پیش ببرید. چون اگر بخوایم بگیم نه مثلا شما این قانون رو گذاشتی من نمیخوام، عملا همون تمام زمانی که گذاشتی همه باطل میشه. یه جایی باید صبر کرد دیگه. باید در ابتدای صحبت بفرمایید که وقتی 7 سال داشتید شما پسرمون شما رو خیلی کمک بوده، آموزش بده برای برنامه‌نویسی و همراهی بکنه. الان یک نفر 8 9 ساله با شیمی پهلو شما جدی گیریدش خودتون، آموزش دیدش شما. من قولتون از شما داخل برنامه بگیرم که عزیزانی که دوست دارید در حوزه شما فعالیت بکنید
عمل پیامک سوال بکنید به انتخاب برنامه، یعنی تیم تولید و تهیه کننده کارگردان به عنوان کارآموز ما دوره استخدام داریم که 5-6 نفر اصلا باید نه آره. اصلا استخدام هم نبید 5-6 نفر از عزیزانی که واقعا در این حوزه علاقه‌مندید عمل پیامک ارسال بکنید با هماهنگی برنامه الاتیتی باید چی محل کار رو نزدیک ببینید، با کار شما آشنا ببینید و حالا یه سری مثل کارگاه آموزشی بابا مثلا یک روزه یک ساعت دو ساعت شما وقت بدید توضیح بدید. موافقید؟ خب پس این قول از آقای حیدری گفتیم به 30131 پیامک بدید. عزیزانی که دوست دارید در حوزه راه اندازی استارتاپ فعالیت بکنید امر حتما پیامک بدید به 30131 به انتخاب تهیه کارگردان برنامه تیم تولید. هماهنگی صورت گیره با حیدری تشریف برید به یک کارگاه آموزشی یک روزه چند ساعته. موافقید؟ قول بدید. بعد ما تصویر گیریم مثلا تصویر پخش کنیم. خوبه؟ خب الان شما خودتان چه هدفی و دورنمایی برای آینده کاری خودتان دارید؟ الان نقطه پایان کار شما یعنی الان در روتین کار انجام دید و فعالیت ادامه داره؟ در حال حاضر توی حوزه همین درگاه پرداختی که ما داریم کار میکنیم ما سرویس‌های جدیدمون رو داریم رونمایی میکنیم و اصلا کلا یه بازسازی و از صفر نویسی دوباره‌ای برای کسب و کارمون انجام شده که انشالله تا چندین ماه آینده این رو رونمایی میکنیم و بعدش خب عملا این پروژه درگاه پرداختمون یه گوشه‌ای میمونه و دنبال بیزینس‌های دیگه‌ای که الان استارتش رو زدیم میدیم، چون اونا رو تازه داریم استارت میزنیم. خب زمان بره تا اینکه به یه نقطه‌ای برسه، نقطه سر به سر برسه، اینکه بیزینس رشد بکنه یه ذره این زمان بر میشه برامون و باید دنبال اون باشیم. قطعا بیشتر پتانسیلمون میره اونور، ولی تیمی که برای این مجموعه درگاهمون داریم خب این جداگانه کارشو داره انجام میده. قطعا برای اون یه تیم سازی جدا. یه خواهشی که از شما دارم اینه که نه در این حوزه اطلاعات دارید یا نه، فکر کنم باید اطلاعات بده چون در حوزه کاری خودتونه. این فیش های بانکی جعلی که تازه با اون بیرون مثلا برای کلاهبرداری هم بیشتر استفاده به این درگاه های امن و درگاه غیر امن رو من مشتری چطور باید تشخیص بدم؟ آقا این درگاه پرداخت امنه تا من درون اطلاعات حساب وارد بکنم یا نه این درگاه امنیه و اطلاعات حساب وارد نکنم؟ فیش هایی که دارید میگید عملا برای اپلیکیشن هاییه که حالا تو حوزه کارت به کارت و اینا کار میکنن، عملا جعل میشه با یک سری نرم افزاری که ساختن. خب قطعا اون شخصی که حالا این رسید جعلی براش ارسال میشه حساب بانکیش رو باید بررسی کنه، ببینه که آقا پول اومده به حسابم با این کد پیگیری با این شماره کارت. اگر اومده بود که قطعا محصول رو تحویل میده، اگر نیومده بود که خب مشخصه که اون رسید یا ناموفق بوده، چون امکان داره بعضی موقع سوء تفاهم پیش بیاد بین مثلا مشتری و فروشنده که آقا تو رسید جعلی فرستادی در صورتی که اون تراکنش ناموفق بوده، حتی با عنوان موفق درج شده بوده. این امکانات مثلا این امکانات وجود داره. یا مورد دیگه ای که برای صفحات بانکی خب قطعا آدرس شاپرک رو توی صفحات بانکی بررسی کنن که درست باشه. ممکنه الان آدرس های مشابه هم شبیه به شاپرک داشته باشیم که به صفحات فیشینگ که کارت های افراد متاسفانه خالی بشه. خب یعنی نکته اصلیش اینه که به آدرس شاپرک رو حتما توی صفحات بانکی صفحه پرداختی که درگاه پرداختی که تشریف میبرن اونجا حتما مشاهده کنن، این رو چک کنن. توی اپلیکیشن ها هم قطعا نسخه اصلی اپلیکیشن از تو سایتش یا حالا استورهایی که هستن فروشگاه مجازی که میتونن دانلود. خب بسیار عالی. یک سوال آخر و جنبندی صحبت ما، اما در کشورمون و البته در دنیا این چنینیه که فرزندانمون، نوجوانان، جوانان، نونهالان ما خیلی به سمت بازی‌های کامپیوتری کشیده بودیم و زمان زیادی روی این کار نیست. آیا تونیم اشانه به یک سمتی سوق بدیم که بتونید از استفاده و زمان و هوش کامپیوتری که دارید استفاده بکنید برای کسب درآمد؟ قطعا. خب بگیم مثلا یه بچه‌ای که میره بازی کامپیوتری انجام میده توی هستش که این حس خلق کردن یک چیزی براش خیلی جذابیت داره تا نسبت به اینکه مثلا افرادی که بزرگ شدن درگیر مثلا زندگی و جامعه این یه ذره خلاقیت براشون خلق کردنه برای مثلا سنای بالاتر کم میشه، ولی تو اون سن خیلی مثلا براشون جذابیت داره. خوبه که از طریق حالا تو همین حوزه ما یا حوزه‌های مختلف این جذابیت رو از طریق‌های مختلف بتونن برای اون ایجاد کنن برای اون فرزند که بتونه آینده خوبی داشته باشه. چون قطعا خب بازی کامپیوتری تهش دیگه یه چیزیه مثلا تموم میشه. آره حالا درسته مثلا تو همون حوزه حمایت مالی داریم، تو همون حوزه بازی‌های کامپیوتری تو کشور ما خیلی اصلا یه نوع کسب و کاره
که عملا یک سری جوون بازی میکنن و حمایت مالی دارن که حتی مثلا از درگاه‌هایی که مثل شرکت ما هست استفاده میکنن. ولی در کل خب بهتره که یه بیزینسی رو راه بندازن، چون دیگه عملا خب قطعا جوانای خلاق داره روز به روز کمتر میشه متاسفانه به خاطر وضعیت. ولی خوبه که این جوونا اینجا بمونن و این کسب و کار مختلف بزنن، حمایت بشه ازشون، از خلاقیتشون برای آبادانی شهر و استان. هدفشون همین باشه که نیاز مردم رو رفع کنن. این یکی از اصلی ترین چیزاست. هدف فقط پوله نباشه. آخه دقیقاً وقتی نیاز شخص و مردم برطرف بشه مطمئناً در کنارش درآمد داره. اما اول شما اولویت رو وقتی پول میذاری دیگه خب برای خودت فقط مهمی، اون کسب و کاره هم برات کم رنگ میشه. این رو درست حالا آدم توی اون زمینه باشه حس نمیکنه، ولی عملا از دور یک نفر شما رو نگاه میکنه قشنگ متوجه این جریان میشه. دقیقاً. بسیار عالی. و کلام آخر شما آقای مهندس مهدی حیدری، 25 ساله و موفق کارآفرین. کلام آخر این که هر لحظه‌ای که شروع کنن برای کسب و کارشون واقعا به نتیجه میرسن. یعنی نگن الان ما سنمون گذشته، نمیدونم الان دیر شده، در هر لحظه استارت بزنن به اون موفقیت قطعا میرسن. هدف درستی باشه، فقط به خاطر پول نباشه بیزینس کرد. خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت به نیدم بره و از تجربیات خودتون بگفتید. آرزو دارم که تو موفق و موفق‌تر ببینید. دفعه بعدی اگر تشریف آوردید برنامه اللاتی تیجرون بگید آقا برای 180 نفر من اشتغال ایجاد بکنم ان شاء الله. ممنونم از حضور شما. سلامت باشید. باید بشیم موسیقی تصویر ببینیم از معین خداوردی عزیز و دوست داشتنی تا من میهمان عزیزمو بدرقه بکنم. بفرمایید. خیلی ممنونم.